نور في الظلمات أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ای کسانی که ایمان آورده اید، از بسیاری از گمانها بپرهیزید، بیشک برخی از گمانها گناه است. و در امور دیگران تجسس نکنید و بعضی از شما بعضی دیگر را غیبت نکند. آیا کسی از شما دوست دارد که گوشت برادر مردهش را بخورد؟ به یقین از این کار نفرت دارید و تقوای الله پیشه کنید. به یقین الله توبه پذیر مهربان است. نور في الظلمات أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي القرآن حياتي.